بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. موضوع ما درباره اسلام عمر رضی الله تعالی عنه است. خیلی موضوع کوتاه و مختصر. در روایت آمده است که عمر بن الخطاب رضی الله تعالی میگه که من میخواستم با پیغمبر واخورم و قصد خانه ارقم رو کردم. خانه ارقم میرد وقتی در رو میکوبد، مسلمانان که اونجا جمع شده بودن میبینن که از زیر در، از سوراخی در میبینن که عمر است. میگن که خود به خود اگر به نیکی آمده باشد خوش آمده است، اگر به بد آمده باشد ما او را نابود خواهیم کرد. خب وقتی که عمر میدراید، پیامبر صلی الله علیه و آله از زمین چیش میگیرند، از گریبانش میگیرند و میگن که عمر تو توکای خیل میگردی، شرط است که در حق تو هم یک آیت از طرف خدا نازل شود. کی اسلام میاری تو؟ عمر میگه که من اصلا اومدم برای اسلام بیارم. بعد اسلام میاره. یعنی که بعد از 3 روز اسلام حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه بود. بعد میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که یا رسول الله، آیا ما در راه حق نیستیم؟ پیامبر گفتن که ما در راه حق هستیم. گفتن پس چرا پنهان شیم؟ برای دعوت شروع کنیم، آشکار کنیم. میگن که آیت فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین نازل شد. میگه که پس آشکار بیان کن آنچه که بدان فرمان داده شده و پروای از مشرکان مکن. مسلمان‌ها 2 صف برآمدن، در یک صف عمر و در صف دیگر حمزه ابن عبدالمطلب بود. یعنی ببینید اسلام عمر از اول فتح و نصرت برای امت اسلامی بود. عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر. ما میگه از همون زمانی که عمر مسلمان شد عزت گرفتیم. تا عمر اسلام آورد ما جرأت در اطراف کعبه نماز خواندن را نداشتیم و همین که عمر اسلام آورد ما دیگر حق در اطراف کعبه نماز خواندن را پیدا کردیم و با جرأت و با جسارت میرفتن در اطراف کعبه نماز میخوندیم. در روایت ابن سعد آمده است که وقتی که عمر مسلمان شد رضی الله عنه، مشرکا گفتن که انتصف القوم منا، دیگر مسلمان‌ها با ما برابر شدند، نیم و نیم شده ما دیگر. اینقدر نیروی عمر نیروی چی تاثیر بخش بود. این روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میکنه. یا خود عمر بن الخطاب میگه که من وقتی که برای اسلام آوردن رفتم دیدم که مسلمان‌ها 39 نفر بودن. 39 نفر بودن و من 40 رو پر کردم. یعنی که 40 آنها من شدم. میگن بعد الله تعالی دینش آشکار کرد و برای اسلام عزت بخشید. و مفسران در تفسیر و سبب نزول آیت یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین میگن که سببش عمر است. الله تعالی گفت که ای پیامبر خدا و مؤمنانی که از تو پیروی میکنند تو را بسنده است. خدا تو را بسنده است و هم مؤمنانی که تو را پیروی میکنند. ابن عباس میگه که این درباره عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه است. یعنی که به شکل هم دیگر اصحاب رو نیز در بر میگیرد، لیکن ابن عباس ترجمان قرآن، مفسر قرآن، آن شخصی که پیامبر گفتن که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، یعنی فقیه در دین قرار ده ابن عباس را و او را معول قرآن و مفسر قرآن قرار ده. مفسر قرآن این آیه را همین طور تفسیر کرد، گفت که و من اتبعک من المؤمنین، یعنی و اون مؤمنانی که تو را پیروی میکنند بسنده هستند. این عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. این چنین اولین کاری که عمر کرد بعد از اون که اسلام آورد، این به یادش که اومد ابو جهل آمد، گفت از همه دشمنی سرسخت‌ترین این ابو جهل است. من باید گفت نزد ابو جهل هم اسلام خودم اعلام کنم. ببینید جرأت، ببینید عزت نفس، فخر به اسلام. رفت در ابو جهل کفت. ابو جهل برآمد، ابو جهل میگیم که دایش میشد، تقایش میشد. گفت خوش آمدید جیان، مرحمت، چه خدمت؟ گفت من اسلام آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگن که ابو جهل در گرفت و برای عمر زد، گفت که قبحک الله و قبح ما جئت به، یعنی در حقش دعای بد کرد. این بود عمر. دویم قدمی که گذاشت، گفت از همه در مکه انسانی گپچین، سخنچین، انسانی که گپ نشر میکند کی است؟
یعنی به اصطلاح امروزه شاید که یک مرد که نقش رسانه را بازی میکرد. گفتن که جمیل است، پیش جمیل رفت گفت جمیل من مسلمان شدم. میگه که جمیل از جاش خست، میگه لباساشو پوشیده و پوشیده نپوشیده، یک دستش یک لباسش به دستش گرفته است، دوان نزدیک کعبه رفت گفت که عمر از دین گشت، عمر دین محمد قبول کرد. بینید جرأت، بینید عزت، بینید فخر عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به اسلام خودش رو که آشکار میکنه. وقتی که آشکارم کرد رفتن میگن که در اطراف کعبه قریب نیم روز با آنها زنازنی میکند، نیم روز زنازنی میکند، لیکن با آنها تن نمیتید. در آخر ابو جهل که گفتیم تقویش بود دیگه دلش میسوزه، اومده مردم میگه که دیگه دست بردار از عمر و تا تو عمر ببین باز عزتی عمر میگه که من نمیخوام تو حمایت کنم، برای من حمایت تو لازم نیست. این بود داستان کوچک و مختصر اسلام عمر. یعنی ببینید همین شخصی که الله تعالی در حقش آیات نازل کرده است، موافقات عمر میگن که درباره میگن که مقام ابراهیم مصلی گرفتن، درباره حجاب و درباره دیگر آیات ها، درباره جنازه نخوندن برای منافقان و غیر از این بسیار است که همه اینا کرامت عمر بن الخطاب است. همه اینا بزرگواری عمر بن الخطاب رو نشان میده و اینچنین در چشم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله عمر همین طور. و ان شاء الله در حلقه آینده ما در اطراف یعنی که علاقه عمر و علی ابن ابی طالب صحبت خواهیم کرد. علاقه عمر و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله صحبت خواهیم کرد. تا حلقه آینده، السلام علیکم و رحمت الله.